به نام خدا. با سلام خدمت دوستان عزیز و گرامی، دکتر جمال آبادی هستم و امروز میخوایم در مورد روغن‌های گیاهی، عصاره‌های گیاهی اختصاصی درمان و پیشگیری از بیماری‌ها با هم صحبت کنیم. فرض کنید در دنیای زندگی میکنیم که هیچ آنتیبیوتیکی وجود نداره، هیچ ضد التهاب و هیچ تباری وجود نداره. برگردیم به 200 سال گذشته و ببینیم که تو این قسمت از تاریخ مردم خودشون رو چطوری درمان میکردن، به واسطه گیاهای دارویی. اما من نمیخوام بگم که داروهای گیاهی کامل هستن و دیگه داروهای شیمیایی رو کنار بذاریم، ولی باید بدونید که قسمتی از به وجود اومدن داروهای مختلف بخش مافیایی و بخش سوددهی شرکت ها هستن و به این گیاه ها بی‌توجهی شده و ما امروز میخوایم در مورد اینها صحبت کنیم و ببینیم که این گیاه ها و این روغن های گیاهی چه خواصی دارن. اما چرا ما تا الان در مورد روغن های گیاهی صحبت نمی کردیم؟ به خاطر اینکه دوزش نامشخص بود. مثلا یک عطاری روغن پونه کوهی درست میکرد با یک خلوصی و دوزش برای کبوتر مشخص نبود. یک عطاری یک روغن سیر تهیه میکرد با یک دوز خلوصی و ما نمیدونستیم چقدر باید به کبوتر بدیم، چون اگر کم و زیاد میشد یا پرنده درمان نمیشد، پیشگیری از بیماری‌ها نمیشد، یا برعکس ضرر داشت، روده‌هاش شروع میکرد به خوردن. تا اینکه یکی از دوستا زنگ زد گفتش آقای دکتر روغن 5G شرکت وت پلانت رسیده، اونم حاوی روغن پونه کوهی. چون دوستم میدونه من روغن پونه کوهی رو خیلی بهش اعتقاد دارم و تنها شرکت معتبری که پونه کوهی میزد شرکت رامفیلیت بود. اما چون که هر قوطی کوچیکش قیمتش 2 میلیون، 1 میلیون 700 800 دو تومن، الان دیگه دلار شده 100 تا، نمیدونم قیمت چقدره، ما نمیتونستیم تجویز کنیم. اما شرکت وت پلانت زد، اونم روغنش نه، عصاره‌ش رو زد. عصاره‌ش یعنی چی؟ یعنی اینکه هر لیتر آب نیم سی سی، شما هر روغنی میگیرید هر کیلوگرم 10 سی سی 15 سی سی سریع تموم میشه. این اومد وت پلانت عصاره زد، گفت آقا هر لیتر آب نیم سی سی و حاوی 5 تا گیاه اصلی هم بود. این شد که دیگه ما شروع کردیم توضیح دادن و کلیپ گرفتن در مورد روغن‌های گیاهی، چون حالا دیگه دوز مصرفش رو میدونیم چقدره. روغن پونه کوهی حاوی کارواکرول، تیمول، بتا-ترپینن و پی سیمن، چون این با هیچ دارویی تداخل نداره. این روغن ها داشته باشین دیگه نیازی به این که سیر خورد کنی و نمیدونم زردچوبه بزنی دیگه نیست. خیالت راحت کن. از همه مهمتر بازم تاکید میکنم دوز این روغن ها مشخصه. این که دوزش مشخصه خیلی خوبه، چون ما دیگه الان خیالمون راحته، میتونیم برای اختصاصی کبوتر هم زده، باز خیالمون هم دیگه راحت تر. ما در خدمتتون هستیم، دکتر جمال آبادی.